بچه امروز میخوام بهتون یاد بدم که چطوری با حداقل درآمد داخل ایران میلیاردر بشیم. آخر ویدیو متوجه میشید که این کار شدنیه و خیلی از مردم دارن انجام میدن، حتی دوستای صمیمی، ولی خب متاسفانه به ما نمیگن. خب برای این کار باید طلا بخری. حالا شما میری طلا فروشی طلا بخری، بعد پول 15 گرم 20 گرم طلا رو داشته باشی تا بتونی آب شده بخری، وگرنه آب شده به ما نمیدن. خب الان که ما اصلا از این پولا نداریم، ما یه حقوق 45 تومانی 50 تومانی داریم، باید با همون یه جوری خودمون رو ببندیم. حالا ما اهل خرید گوشواره و گردنبند این داستانا نیستیم، چون اون 7% کارمزد رو ما نداریم که بدیم. ما فقط میخوایم ریالمون رو تبدیل به طلا بکنیم. حالا ما از این 45 تومن 50 تومن یه بخشش رو میذاریم برای زندگیمون و یه بخش کوچیکش رو میذاریم برای طلا. کوچیک که میگم تقریبا به پول امروز باید 22 میلیونش رو بتونی سیو کنی. 22 میلیون تومن میشه پول 2 گرم طلا. خب حالا این 2 گرم رو چجوری ما میخریم؟ ما میریم دم طلا فروشی، میگیم به ما یه ربع سکه غیر بانکی بده. ربع سکه غیر بانکی دیگه مالیات و حباب و این داستانا نداره، همون چیزی که رو تابلوی طلا فروشی هست همونو 2 گرم حساب میکنه و ما میده. یه دونه سکه اینقدیه با پرچش میگیریم و میایم خونه. این میشه ماه اول. ماه دومم باز این کارو میکنیم. ماه سومم این کارو میکنیم. این کارو انجام میدیم تا بشه 1 سال، یعنی 12 ماه ما 12 تا دونه سکه خریدیم که بابتش 144 میلیون تومان پول دادیم. خب از اونجایی که تو مملکت ما طلا هر سال 2 برابر میشه، الان که حالا به خاطر این جنگ و این داستانایی که پیش اومده و کل دنیا بانک مرکزی هاشون دارن طلا میخرن، چون میخوان آمریکا با دلارش بذارن کنار. آمریکا با دلار داره سر مردم، سر کل دنیا کلا میذاره. اینا دارن طلا جمع میکنن. خب الان شده هر 6 ماه 2 برابر، ولی اصولش هر سال باید 2 برابر بشه. چیز منطقیش که از قدیم بوده. سال اول 144 میلیون تومان ما تبدیل میشه به 288 میلیون. سال دوم این 288 تومان دوباره ضرب در 2 میشه 576 میلیون. سال سوم این 576 میلیون تومان دوباره ضرب در 2 میشه 1 میلیارد و 152 میلیون تومان. خب الان ما به میلیارد تو 3 سال رسیدیم. سال چهارم این 1 میلیارد و 152 دوباره ضرب در 2 میشه 2 میلیارد و 304 میلیون تومان. این 4 سال. خب ما 5 ساله بستیم دیگه. ما یه هدف 5 ساله گذاشتیم که بعد از اون دیگه کار نکنیم. الان بهتون میگم چه اتفاقی میفته. سال پنجم 2 میلیارد و 304 میلیون تومان ما ضرب در 2 میشه و میشه 4 میلیارد و 608 میلیون تومان. 144 میلیون ما پول گذاشتیم سال اول. انگاری که اصلا نداشتیمش، گذاشتیمش کنار. 5 سال بعد تبدیل شده به 4 میلیارد و 608. حالا اینجاش قشنگه، اینجاش گوش کن. اگه شما با خودت مرد و مردونه این هدف رو دنبال بکنی و 5 سال به این خرید طلا ادامه بدی، نه اینکه فقط سال اول باشه. 5 سال میگه آقا من میخوام 5 سال که 2 گرمی رو بخرم، ببینم آرمان چی به من گفت. شما سال پنجم ضرب در 5 میشه دیگه. سال پنجم 23 میلیارد و 40 میلیون تومان پول دادی. قشنگه نه؟ بعدش دیگه اصلا کار میکنی؟ نه، مثل من الان دیگه کار نمیکنم. خیلی ها هستن که دیگه کار نمیکنن. حالا اگه شما ازدواج کرده باشی، یه همسر شاغل داشته باشی، یه خانم شاغل، یه شوهر شاغل داشته باشی و دوتایی با هم این کار رو انجام بدین، شما بعد 5 سال 46
میلیارد و 800 میلیون پول داره که دیگه نمیدونیم من چیکارش کنم. حالا جالب میدونی چیه؟ جالب اینه که اگه این پولو 1 سال دیگه نگهداری باز رفت در 2 میشه، تقریبا میشه یه تقریبا 100 میلیارد میشه. اینجوریه که خیلی ها وضعشون خوب میشه. شما پیش خودت میگی که خب این مغازه بغلیه مثل من میفروشه یا حتی از من خیلی وقتا کمتر میفروشه، من دارم بیشتر میفروشم، چجوریه که اون پیشرفت میکنه ما نمیکنیم؟ یا همکارت داخل اداره اصلا بعد 5 سال 6 سال باغ خریده، خونه خریده، ماشین خوب خریده که اصلا تو مجموعه میگن این داره چیکار میکنه، با این حقوق که نمیشه، حتی بهش مشکوک هم میشه، ولی نه اون بلده چیکار کنه. منتها تو مملکت ما کسی به کسی یاد نمیده چون چشم میزنن هم دیگه رو کسی یاد نمیده. هر کسی هر جوری پیشرفت بکنه نمیدونم چرا به بقیه نمیگه، به دوستاش نمیگه. شما خیلی وقتا یه کاری یاد میگیری به دوستت میگی، بعد دوستت میگه آره میدونستم، من 5 سال 6 سال این کارو میکنم. بعد میگی تو 5 6 ساله داری این کارو میکنی و هنوز به من نگفتی؟ بعد میگه مگه نمیدونستی؟ خیلی خوشگل، مگه نمیدونستی؟ من نمیدونستم که بعد بهت بگم. اینجوری ورزشون خوب میشه. من آرمانم و این کانال تازه دادم، اگه دوست داری بهت یاد بدم که چجوری با پولای کم وضعت خوب بشه کانال رو سابسکرایب کن. دوستتون دارم. یا هر